این حال باز یک سوال دارم به استاد ابراهیم، اگر شما اینجا باشد. بله، همراه شما هستم. بله، خب تشکر زیاد، خوش آمدید به برنامه ما. و شاید نفرانی کم نباشند که گمان میکنند قرآن کتاب است تنها برای تعلیم راههای طاعت و عبادت، تنها برای قبر و قیامت. و درباره یکی از خصوصیت های قرآن فراگیر بودن همه جنبه های حیات یک کوتاه شرح و توضیح میدادید. به نام خداوند بخشنده و مهربان، حمد و ستایش بر خداوند یکتا و درود و پیام معطر بر پیامبر مصطفی. و بعد در حقیقت این خصوصیت قرآن یکی از خصوصیت های بارز و روشن این کلام عزیز است. هر کی اندک به قرآن معرفت داشته باشد، اندک به آموزش این کتاب مشغول شود، از این خصوصیت به آسانی آگاه می گردد که قرآن کتاب است فراگیر همه پهلوها، همه جنبه های حیات انسان. یادم است تقریبا حدود 4 سال قبل بود، با یکی از استادان فاضل دانشگاه ملی اطراف بعض موضوعهای معرفتی صحبت میکردیم. در رفت صحبت به ایشان گفتم که درازترین آیه قرآن درباره یکی از معامله های مالی، یعنی درباره قرض گرفتن، قرض دادن است. این استاد فاضل در حیرت افتادند و از من نام سوره و رقم آیه را پرسیده گرفتند تا در ترجمه اون مفصل‌تر نگرند. یعنی وقتی یک استادی دانشگاهی در تعجب می شود که قرآن درباره قرض گرفتن و قرض دادن هم آیه داشته است، خود خلاصه برآوری کنیم که معرفت ما نسبت به این کتاب عظیم، به این کتاب عزیز و این معجزه جاویدان چه اندازه است. در حقیقت یعنی ببینیم اگر یک گوهر در روی او تارهای تارتنک جمع شود، عنکبوت بالای او خانه کند، هر قدر اون تارها قفستر شود، اون گوهر در زیر آن خس و خاشاک ناپدیدتر می گردد. تا اندازه ای که شخص اگر بر پهلوی اون گوهر گذرد احساس نمی کند که اینجا گوهری هست صاحب درخش، نفاست و اینقدر چیزی ارزشمند و زیبا. از این نیست که گوهر ماهیت و حقیقت خودش را از دست داده باشد، گوهر همون گوهر است، اما علت در این است که بالای آن خس و خاشاک جمع شده. اینجا قصه گوهر نیست، اینجا منظور همین قرآن، گوهر الهی، این معجزه جاویدان، همین گوهری پر از درخش است، پر از نور است، پر از هدایت است، شفا و دواست. اما متاسفانه پیش چشم ما را تارهای عنکبوت مانع شده که به حقیقت این کتاب ما پی ببریم، از نور و هدایت این کتاب همان گونه که ارزنده است، همان گونه که شایسته است برخوردار گردیم. بله، قرآن کریم در حقیقت کتابی است که یکی از جنبه‌های فراگیر بودن آن، یعنی به 3 سوال وجودی و هستی که از آغاز تاریخ علم و معرفت همه روشن فکران و فیلسوفان رو در حیرت گذاشته، به این 3 سوال مهم حیاتی جواب گفته. ما از کجا آمده ایم، برای چی آمده ایم و کجا می رویم. این 3 سوال است که در حقیقت همه فیلسوفان را از قدیم تا عصر حاضر در حیرت آورده و انسان هر قدر عقلش رشد کرده باشد هم، هر قدر نابغه باشد هم، به این سوالها جوابهای دقیق گفته نمیتواند. قرآن است که زحمت فکری و این دشواری یعنی عقلی را از ما برطرف کرده، با آسانی برای ما این 3 سوال را جواب گفته که ما از کجا آمدیم، برای چی آمدیم و کجا خواهیم رفت. و همین خاطر این قرآن کتابی نیست خاصی بیمارها باشد که بالای سری بیمار ما اینو تلاوت کنیم و خاصی فوتیدگان نیست که بالای قبر آنها قاری خوشاوازی را آورده قرآن تلاوت کنیم. گرچنده که
برای بیماران شفاست، گرچه برای فوتیدگان رحمت است. اما باید دانیم که وظیفه اولین این کتاب اصلاح شخص زنده است. یعنی پیش از اینکه از زیر زمین حرف زند، پیش از اینکه از آسمان حرف زند، اولا از روی زمین حرف میزند، انسان زنده را خطاب میکند. در قرآن ما 90 خطاب یا ایها الذین آمنو داریم، ای کسانی که ایمان آوردید. در 90 آیه علاوه بر آیه های دیگر که به غیر این ندا آغاز می شود، همه خطاب به سوی انسان است. وظیفه این کتاب را خاصی بیمار و خاصی فوتیده کردن، یا اینکه آنگونه که در سوال مطرح شد تنها از این کتاب طرز عبادت و طرز طاعت آموختن، وظیفه این کتاب را خیلی و خیلی محدود کردن است. آنگونه که ما از کتاب خدا طرز عبادت می آموزیم، عیناً به همین نوع، به همین مناسبت باید ما از این کتاب طرز خرید و فروش، طرز تجارت، طرز ازدواج، طرز برپا کردن توی، طرز پوشیدن لباس، همه جنبه حیات خود را باید به این کتاب سازیم. باید این کتاب همه جنبه حیات ما را بسازد، اصلاح کند. در این صورت ما می توانیم گفت که پیروی حقیقی قرآن است. خداوند در این کتاب عزیزش فرموده ادخلوا فی السلم کافه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای کسانی که ایمان آورده اید در این دین به کلی درآیید. امام ابن کثیر از ابن عباس، از مجاهد، از عکرمه، از جمعی از مفسرین صحابه و تابعین روایت کرده که معنی این آیت این است که ای مؤمنان همه احکام دین را پذیرید، احکام دین را جدا سازی نکنید، کدامش طبق خواهشات شما باشد، طبع دل شما باشد آن را پذیرید، کدامش بر خلاف خواسته شما باشد اون را صرف نظر کنید. نه، چنین مناسبت را قرآن نمیپذیرد. سوالی نوبتی من به ابراهیم سید نوری‌الدین و اگر شما متوجه شوید سوال چنین است درباره مقصد دیگری قرآن که دعوت به همزیستی امن و آسوده با همه نوع انسان ها از کوتاه گفته میگذاشتید، چون اکثریت مسلمان ها با امر تقدیر در دولت های غیر مسلمانی قرار دارند و قرآن به چگونگی عمل و رفتار با غیر مسلمان ها دستور داده است. این را کوتاه در اطرافش گفته میگذاشتید. میکروفون شما خاموش است. بله، واقعا موضوعی است که باید اطراف آن زیاد گفته شود. حتی بعضی برنامه ها اگر به این موضوع اختصاص داده شود نیز ارزنده است. چرا؟ چون که بسیار نافهمی ها یا کج فهمی ها اطراف این موضوع وجود دارد. در حقیقت اینکه قرآن پیروانش را به یک اعتقاد خاص، به یک نوع اخلاق های مخصوص، به یک لباس، به یک شیوه خاص زندگی تربیت میکند، معنی این را دارد که جهت دیگر را، کسانی غیر مسلمان را نمیپذیرد، تحمل ندارد. نه، اصلا چنین نیست. برعکس قرآن اثبات میکند و دعوت میکند بر اینکه شخص مسلمان پیروی این کتاب باید تحمل پذیر باشد، باید زندگی آسوده و آسایشته با کسانی که این کتاب را حتی نمیپذیرند، قبول نکردن، ایمان ندارند، نیز زندگی آسوده همزیستی در دایره اخلاق و آداب و عدل باید داشته باشد. این پندار غلط است که قرآن بر ضدیت بر غیر مسلمانان یا بر خشونت، بر این معناهایی که گاه ها قصدن یا بدون قصد به اسلام و به قرآن نسبت داده می شود، متاسفانه قرآن از این افکار غلط مبراست. قرآن قاعده اساسی دارد در سوره بقره. این خداوند این قاعده را به ما نازل کرده، لا اکراه فی الدین، یعنی آزادی در اعتقاد، اکراه نیست، اجبار سازی نیست در مسئله اعتقاد. اسلام هرگز قبول ندارد اسلامی را، مسلمانی را که به اجبار باشد. قد تبین الرشد من الغی، خداوند بیان کرده واضح راه سعادت را از راه شقاوت. هر کسی مسیرش را خودش باید انتخاب کند. به اجبار به ایمان در آوردن امکان ندارد، اصلا منافق می سازد که به اسلام بله، یعنی مجبوری نیست در اسلام. هر کسی که
خودش میخواهد به دینش که آمد، یعنی که هدایت که یافت اون نفر میباید به اسلام دیگر. بله این چونین برای اثبات این گفته، برای اثبات این ارزش اسلامی و ارزش قرآنی در حقیقت، یعنی همزیستی با کسی غیر یکی از ارزش های بزرگ قرآنی است. این آیت میتواند دلیلی قاطع باشد. خداوند در سوره ممتحنه میفرماید لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. خداوند شما را از نکویی کردن به کسانی که با شما در جنگ نیستند، از روی عداوت دینی با شما در محاربه نیستند، خداوند شما را منع نمی کند که آنها را نکویی کنید و آنها در اساس عدل معامله کنید. این ضمناً دعوت بر این است که به آنها نکویی کنید. اینجا میبینیم قرآن کلمه ان تبروهم، کلمه بر معناش یعنی احسان و اکرام را میگن استفاده برده شده است در مناسبت مسلمان با غیر مسلمان. غیر مسلمانی که عداوت ندارد، اعلان جنگ نکرده با مسلمان، شخص مسلمان موظف است که با او خوش معامله باشد. ان تبروهم یعنی خداوند شما را منع نمی کند که به آنها بر و احسان کنید. کلمه بر را خداوند حتی در مناسبت با والدین استفاده کرده. این خود همان کلمه است که اینجا استفاده شده است که به غیر مسلمانان شما تحمل پذیر باشید، آنها را یعنی کرامت انسانی دارند. اگر برادری دینی نیستند، برادر انسانی هم با شما.